بسم الله الرحمن الرحیم. و اذکر فی الکتاب موسی. دیگه از انسانهای موحد الله متعال میگه ببینین، یا میگن که ما پیرو موسی علیه السلام هستیم، درست؟ دروغ میگن، پیرو موسی علیه السلام نیستن. موسی علیه السلام چه قسم شخصیت داشت؟ میگه و اذکر و یاد کن فی الکتاب، در کتاب، در قرآن عظیم الشان قصه موسی علیه السلام بگی. بعضی کساس متاسفانه حتی از مسلمان ها سر موسی علیه السلام دروغ قصه ها را جور کردن. میگه قصه موسی علیه السلام از کتابای شعر نگی، از کتابای داستان نگی. این قصه هایی که شاعرها میکنه و داستان ها هست، یا شرکیات داخل شده، سر الله و رسولش تهمت کردن. مثلا یگان تا ما شما میل در افغانستان رواج از بعضی قصه ها را میخوریم که میگه موسی علیه السلام چم رفت و یگان دانه چوب شکن بود یا چی شکن بود و باز رفت و باز خانه از او خراب کرد و باز او را در کوی تور رفت و باز موسی علیه السلام گفت پیغمبری تا میگیریم. این چی گپایی است که سر موسی علیه السلام تهمت است؟ حالا پیغمبر اسلام خانه کس را خراب میکنه؟ آیا باز میگه دل از او از دنیا سیاه شد، یخن خدا پاره کرد. ای موسی گفت مرا دل من شکستاندی، یخن خدا پاره کرد، در صحرا برآمد. یعنی پیغمبر اینقدر ضعیف نشان میده که یک پیغمبر العیاذ بالله چقدر آدم آزار بوده. به اندازه میگیره آزار داد که بازی در کوی تو رفت. الله گفت که اگه پس راضی نسازی پیغمبری تو رو میگیرم. انا لله و انا الیه راجعون. باز مردم میره دیگه باز میخیزن وی خارن قصه میکنن. باز میگی شخص که پس آمده، باز بر موسی علیه السلام برش گفت که هیچ آدابی و ترتیبی مجو، هرچی میخواهد دل تنگت بگو. بازی میگی گپا را گفت و بازی گفت برو ای موسی علیه السلام، حال دیگه ما از بندگی برآمدیم، خودم خدا شدیم، ناسوت ما لاهوت شد، ما انسان بودم، حالا خودم خدا شدیم، حالا ما به این چیزا نیاز ندارم. انا لله و انا الیه راجعون. الله متعال برای کسایی که قرآن میخونن میگه واذکر فی الکتاب موسی، بی در قرآن عظیم شان قصه موسی علیه السلام که وحی است. کسایی که سر از این تهمت کردن، دروغ گفتن، یهود است، نصارا است و هر کسی که از اسرائیلیات نقل میکنه قصه های دروغی را، انه اول چی میگه کان مخلصا. اول موسی علیه السلام مخلص بود. فرق از بین مخلص و مخلص. بعضی کساس نحو را یاد نداره، صرف یاد نداره، اسم فاعل اسم مفعول یاد نداره. باز میگم از شیخ اسلام هستم. تو شیخ اسلام هستی، ضرب ضربا رو یاد داری؟ مخلص و مخلص فرقش میفهمی؟ الله متعال میگه موسی علیه السلام از همین روز اول چی بود؟ الله متعال که پیغمبر ساخته بود، این میگه مخلصا. الله میگه ما را خالص برای خود ساخته بودیم، موحد برای ما بوده. کاری که ضد توحید باشه ایده نمیکرد موسی علیه السلام که دل مردم از دین، از اسلام و از عقیده سیاه کنه. ببین این قصه هایی که مردم رواج میتن، این کلش با این کلمه قرآن در تضاد است. الله متعال میگه انه یقین داشته باشین که کان بود موسی علیه السلام چی بود؟ مخلصا، یعنی برگزیده، شخصی که بسیار اخلاص داشت و چون اخلاص زیاد داشت ما او را تا پی اخلاص در قلبش زدیم. مخلص بود، ما او را مخلص ساخته میشه. از طرف الله چی شد؟ ای برگزیده شد. و کان رسول النبی، سه صفت. مخلص بود، خاص کار میکرد که دو الله راضی شود. و کان رسولا، چی بود موسی علیه السلام؟ رسول الله بود. رسول الله بیادبی میکنه، خانه کسی را خراب میکنه، دل کسی را از اسلام سیاه میکنه. الیس فیکم رجل رشید؟ آیا در بینتان یگان صد آدم هوشیار یافت نمیشه که همین گپا را حداقل معقولانه تفکیک بکنه؟ میگه کان، سه صفت. رسولا بود، نبی بود. سبحان الله، ام رسول بود، ام نبی بود. بعضی از پیغمبرها هستند که نبی هستند رسول نیستند. موسی علیه السلام مخلص، رسول و نبی، سه صفت بسیار عالی داشت. پیغمبر اولوالعزم. و نادیناه من جانب الطور، الله متعال میگه صدا کرده میره از جانب، از یک گوشه تور، کوه تور الایمن که به طرف راستش بود. و قربناه، و او را میگه الله متعال میگه نزدیک ساختیم او را، نجیان، مناجات کننده، رازگویان. کسی است که نجی الله به معنای کسی که با الله راز و نیاز میکنه. پس چند صفت بر عزیزات؟ چند صفت شد؟ اول مخلص، دوم رسول، سوم نبی، چهارم مقرب، پنجم نجی. سبحان الله. باز میخواد سر موسی علیه السلام رنگ تهمت‌ها را جور میکنه. و وهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبیا. میگه و وهبنا له، باز بر از یک توفیق دیگه هم دادیم. توفیق دیگه چی بود؟ که موسی علیه السلام تقاضا کرد که باید کتمه برادرم هم باشه. الله متعال میگه و عطا کردیم بر از اون من رحمتنا، از رحمت خود، اخاه برادرش که هارون نام داشت، نبی، یا بر از اون هم نبوت دادیم. برادرش هارون علیه السلام هم نبی شد. چرا که موسی علیه السلام میگه در زبان خود کم کم لکنت داشت
او تو بسیار تیز فصاحت گپ زدن نمیتونست. وقتی که پیش فرعون میرفت موسی علیه السلام تقاضا کرد گفت پروردگارا زبان ما یکم کم بند بشه. پس امی برادرم که بسیار خوب زبانش فصیح است، هارون علیه السلام ایره هم کتمه چی بده مقام را بده که ایم به همراه ما بره. الله متعال میگه ما برش امی تحفه را هم برای موسی علیه السلام نه. الله ایره قدر دوست داشت، الله ایره قدر عزت داده بود، الله متعال ایره قدر صفات داده بود. باز ما و شما چطور هستیم؟ باز میخیزن قصه ها را شروع میکنن که موسی علیه السلام خانه فلانی را خراب کرد و الله نزدیک بود که پیغمبری از پیش بگیرن. باز نفر آمد و بسیار شخصیت بلند شد و موسی علیه السلام بسیار خرد و ریزه. قرآن موسی علیه السلام در یک مقام بسیار عالی نشان میده. اینی است فرق بین عقیده که از قرآن سنت میگیرن و عقیده که از شعر و از موسیقی و از سازنده و از داستانهای دنبالدار و از قصه های دروغی میگیرن. این قصه توحیدی قرآنی اینی هست. و وهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبیا واذكر في الكتاب اسماعیل. اهل بین بعضی از عرب های قریش میگفتن ما پیروان اسماعیل علیه السلام هستیم، اصل پدر کلان ما اسماعیل علیه السلام است. خب اسماعیل علیه السلام بر شما گفت 360 بت در اطراف خانه کعبه بگذارین. اسماعیل علیه السلام گفت که زنایتان برهنه بخیزند در اطراف کعبه شما مردا طواف کنین. اسماعیل علیه السلام گفت که زنایتان تبرج جاهلیت تمام رو سرلوچ و آرایش کردگی در روی سراکا بره. کلش تومت سر شما دروغ میگن. شما ملاهای دموکرات دروغ میگن که این گپا را میزنن. این بت پرستی که است، این چیزا رو که شما جور کردین دروغ است. واذکر فی الکتاب اسماعیل. الله متعال میگه باش که ما براتون اسماعیل علیه السلام معرفی کنم. انه کان صادق الوعد. اسماعیل علیه السلام صادق الوعد، بسیار انسان صادق بود. وعدی که بر الله کرده او را هیچ وقت نمیشکستان. وعدی با الله چی است؟ لا اله الا الله است. بغیر از ذات تو من کسی دیگه را عبادت نمیکنم. اسماعیل علیه السلام هیچ وقت پیش بت‌ها نرفته. چرا که اسماعیل علیه السلام لا اله الا الله میگفت که یا الله ما تعهد کردیم وعدیم است که بغیر از ذات تو به کسی دیگه من عبادت نکنم. تعهد وعدیم است یا الله برای تو که بغیر از شریعت تو قانون کسی دیگه را تطبیق نکنم. شما مشرکین قریش تمام روز رواجای قومی تا نمیکنین، رواجای پدرایتان نمیکنین. هر وقتی که براتون گپ زده شما میگین که ما الفین علیه آبانا، چیزی که پدرای ما کردن. دروغ میگن، پیروای اسماعیل علیه السلام نیستن. اینجا الله متعال برش میگه انه کان صادق الوعد، صداقت وعده از او حقیقی بود. شما وعده تان شکستاندین، شما پیروای کی نیستین؟ اسماعیل علیه السلام نیستین. و کان رسول النبی، اسماعیل علیه السلام شخصیت عادی نبود، رسول هم بود و نبی هم بود. دو رتبه بسیار بزرگی که در دربار الله هست ایره داشت. و کان یأمر اهله بالصلاة. شما خود نماز نمیخوانین، شما خود میگین ما دیگه خلاص هستیم از نماز از عبادت. شما زکات هم نمیتین، قرار خودتان شیشتین از چیزای ملنگی رو در گردنتان انداختین، شما از مردم خیرات جمع کرده میرین. اسماعیل علیه السلام الله متعال میگه خوب غنا داشت، خودش زکات میداد، گدایی نمیکرد. و کان یأمر اهله، امر میکرد اهل خدا کی را؟ خانم خدا، پسر خدا، دختر خدا، خانواده خدا، فامیل خدا. امر میکرد به چی؟ نماز بخواین، به صلات و زکات و به زکات. و کان عند ربه مرضیه. و این پیش الله بسیار پسندیده بود. شما را الله دوست داره، تو بت پرسته، تو بی حیا، تو کسی که 360 بت جور کردی، تو کسی که برهنه میگردی، تو کسی که خانمایتان 10 قسم نکار پیدا کردین، زنا هست، کلپای زنا هست، نایت کلپا را جور کردین. تو میگی که ما پیروی از اسماعیل علیه السلام هستم؟ ابدا نیستین. واذکر فی الکتاب ادریس، میگه همچنان در قرآن عظیمشان قصه ادریس علیه السلام بخوان، او هم یک پیغمبر الله بود. انه کان صدیقا نبیا، یک شخص رازگو بود و پیغمبر بود. و رفعناه مکانا علیا، و ما او را بلند بردیم به یک مقام بلند. اولئک الذین، اینی کسانی هستند که انعم الله علیهم من النبیین، اینی کسانی هستند که الله بالا از اینا نعمت فرستاده. و کسایی نعمت پیدا میکنه که پیروی از اینی مردم بکنن، نه که هر کس هر قصه که دلش شد بخیز از پشت از او دویده میره، باز برای خود دین جور میکنه. دین اونمو دین است که الله توسط ملائکه خود برای پیغمبر خود گفته و پیغمبر در هر عصر از آدم علیه السلام شروع تا رسول الله صلی الله علیه و سلم این تطبیق کرده. اونو دین دار است، نه که خودت میخیزی برای خود دین جور میکنی، باز میگی اوه ادیان حق. سروش کتاب نوشته میکنه صراط های مستقیم، اینه بر خود کل میگه. هندویسم هم حق است، بت پرستی هم حق است، شیطان پرستی هم حق است. دو شیطان پرست است، بت پرست است، قبر پرست است،
جادو پرست است، جن پرست است. میگه کل از صراط های مستقیم، میگه راه ها کلش راست است. دروغ. رسول الله صلی الله علیه و میگه یک راه مستقیم است، یک راه هست، این طرفش نرو که تو رو با گمراهی میکشونم. حال اینجا میگه که ادریس علیه السلام انه کان صدیقا نبیا و رفعناه مکانا علیا، و میگه ما ایره برداشتیم به مقام بسیار عالی که نبوت بود. اولئک الذین انعم الله علیهم، اینی مردم ها، اینی شخصیت هایی که بردان معرفی شد کسانی هستند که انعام نموده است الله علیهم بالایشان من النبیین، از پیغمبران، من ذریت آدم که اینا از اولاده های آدم علیه السلام بودن، و بعد از آدم علیه السلام وقتی که مردم کلشان غرق شد، و من حملنا، و اولاده کسایی بودن که اونا را حمل کردیم مع نوح، با همراه نوح علیه السلام، اولادای مسلمان هایی که همراه نوح علیه السلام در کشتی بودند. و من ذریت ابراهیم، همچنان از اولاده های ابراهیم علیه السلام، و اسرائیل، و از اولاده های یعقوب علیه السلام، و من هدینا، و از کسانی که اونا را هدایت کردیم، و اجتبینا، اونا را اجتبا و برگزیدیم. اذا تتلی علیهم آیات الرحمن، ای کدام مردم ها هستند که مجرد بر از اینا دلایل قدرت و عظمت و الوهیت الله برشون بیان میشه. آیات الرحمن چی است؟ دلایل قدرت الله، دلایل عظمت الله، دلایل الوهیت الله وقتی که بر از اینا بیان میشه، خروا سجدا و بکیا، میگه یا خروا میفتن سجدا، سجده کنان، و بکیا، و در اینمی لحظه گریان میکنن. سجده تلاوت کنیم. و خلف، پس آمد من بعدهم، بعد ازشان، خلف، ناخلف ها، مردمای دیگری که اضاعوا الصلاة، که اینا ضایع کردن نماز را، و تبعوا، و متابعت کردن الشهوات، از شهوات ها و خواهشات نفسانی خود، فسوف یلقون غیا، انشاءالله یا میرسند به مو سزا یا جزای گمراهی خود. الا مگر من کسی که توبه کنه، و آمنه، و ایمان بیاورد، و عمل صالحا، و اعمال صالحه بکنه، فاولئک، پس همین گروه مردم، یدخلون الجنه، داخل جنت میشه، ولا یظلمون شیئا، و بالای از اینا هیچ چیز ظلم نمیشه. جنات عدن، جنت ها یا باغ های عدن که ای اقامتگاه هست، التي او جنتی که وعد الرحمن، وعده داده الله متعال عباده، بنده هایش را، بالغیب، بغیب، انه کان وعده مأتیا، یقینا که هست وعده الله رسیدنی و آمدنی. لا یسمعون، نمیشنون، فیها، در امی جنت، لغوا، سخنای لغو بیهوده را، الا سلاما، مگر که یک جنتی برای جنتی دیگر سلام میته، ولهم رزقهم فیها، و بر از امی جنتی ها هست رزقشان، فیها، در جنت، بکرتن، صبح، و عشیا، و شام. تلک الجنت التي، ای جنتی هست که الله متعال میگه که نورث من عبادنا، که ما ایره به میراث میگذاریم به بنده های ما، من کان تقیه، هر کسی که با تقوا باشه، و ما نتنزل الا بامر ربک. حال ملائکه چی میگن؟ ملائکه وقتی که بعضی اوقات از اینا پرسان میشد، یا رسول الله صلی الله علیه و برشان میگفت که مثلا بعضی اوقات که جبریل امین دیر میکرد، از پیش میگفت که چند وقت نامدی یا ناوقت آمدی، دیگه این ملائکه میگفتن که و ما نتنزل، و ما نمیم پیش شما در زمین الله یا در پایین، الا به امر ربک، مگر به امر پروردگار تو، له، برای الله هست، ما بین ایدینا و ما خلفنا، آنچه که ما پیش از خود یا قبلا این انجام دادیم یا بعدا او را انجام میتیم. یعنی در اینجا ملائکه هم به امر الله هر کار میکنن، و بدون امر الله حتی به زمین پایین شدن نمیتونن و نمین. و ما بین ذالک، و آن چیزی که در بین قبل و بعد هست، یعنی حال فعلا هست، کلش به امر الله هست. و ما کان ربک نسیا، و نیست پروردگار تو که چیز را فراموش بکنه. رب السماوات والارض، الله مالک متصرف آسمان هاست، و الارض، و زمین است، و ما بینهما، و آن چیزی که در بین آسمان زمین است. فاعبده، پس ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، تو الله را عبادت بکو، واستبر لعبادته، و در عبادتش بسیار چی باش؟ استوار و ثابت قدم باش. هل تعلم، آیا میدانی، له، برای الله، سمیه، کدام همنامی را، یعنی برای الله کدام همنام نیست، بغیر از الله خالق دیگر نیست. و یقول الانسان، و بعضی اوقات میگن همین انسانهای بیدین، اذا ما متو، آیا وقتی که ما بمرم، لسوف اخرج حیا، باز ما دوباره از زمین خارج کرده میشم زنده. اولا یذکر الانسان، آیا یاد نمیکنه انسان که انا خلقناه من قبل، که ما او را خلق کردیم قبل ازی، ولم یک شیئا، اصلا هیچ چیز نبود.
فوربک، الله متعال قسم یاد میکنه، میگه قسم است بر رب تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، لنحشرنهم، اینا را ما حشر میکنیم، همین مردمای بیدین را جمعشان میکنیم، و الشیاطین، و حتی همین شیطان هایی که همکارای از ایناست، اینا را هم حشر میکنیم، جمع میکنیم. ثم لنحضرنهم، باز کل از اینا را حاضر میکنیم، حول جهنم، در گرداگرد و اطراف جهنم، جثیا که اما تو به زانو افتاده می باشند، اما تو شکست خورده و ذلیل. ثم لننزعن، باز جدا میکنیم، من کل شیعت، از هر فرقه، از هر فرقه کافر، باز اما کافرای کتک کتیشه بلند میکشیم که ایهم اشد علی الرحمن عتیا، که کدام از اینا بر الله بسیار سرکش بدن، باز جزای از اونا بیشتر و زیاده تر می باشه. ثم لنحن، سپس الله متعال میگه ما با عظمت و قدرت خود، اعلم، میدانیم، بالذین هم اولا بحاصلیه، با ای که کدام از اونا قابلتر هستن از نگاه سلت و رابطه و داخل شدن. و این منکم، و نیست هیچ کدام از شما الا واردها، مگر ای که ورود به دوزخ میکنه. یعنی یکی دخول دوزخ است، یکی ورود است که همون پل صراط بالای دوزخ است. الله متعال میگه هیچ کس از شما نیست مگر ای که ورود میکنه از دوزخ. کان علی ربک، هست بر پروردگار تو، حتما مقضیه، که این کار حتما این فیصله کرده و قضا و فیصله الهی است که امی کار حتما شدنی هست. ثم ننجی الذین اتقوا، باز نجات میتیم از این آتش دوزخ. وقتی سر دوزخ تیر میشن، مردمای بیدین در نیمرای دوزخ مفتن پایان در آتش دوزخ. الله متعال میگه باز ما از دوزخ نجات میتیم کسایی را که تقوا کردن. و نظر الظالمین فیها جثیا، و میگذاریم ظالما را در ای به زانو افتاده، متخوار و ذلیل در آتش دوزخ. و اذا تتلی علیهم آیاتنا، وقتی که تلاوت میشه بالا از اینا آیات ما، بینات که بسیار روشن است، قال الذين كفروا، میگن کسانی که کافر شدن، للذین آمنوا، به کسایی که مؤمن هستند، ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیا، کدام از دو فرقه بهتر هستند از نگاه مقام زندگی، و احسن ندیا، و نیکوتر هستند از نگاه امو نادیه یا مجلسی که اونا دارن. و کم اهلکنا قبلهم، و بسیار مردمایی را هلاک کردیم قبل از ایشان، من قرن، از مردمهایی که در قرنهای قبلی زندگی میکردن، هم احسن و اساسا و رئیا، که اونا بسیار امو ساختمان و ساز و سامان دنیا را بسیار خوب داشتن، و رئیا، و بسیار منظره زیبا داشتن. لکن چون کافر بودن، الله متعال میگه تمام ساختمان هایشان و وسایلشان و کلشان نابود کردیم. قل من کان فی الضلاله، بگو ای رسول الله صلی الله علیه و هر کسی که در گمراهی باشه، فلیمدد له الرحمن مدا، الله متعال بر او فرصت میته، مهلت میته، یک مدت، یک فرصت، حتی اذا رأوا، تا ای که وقتی ببینن ما یوعدون، آنچه که برشان وعده داده میشه، اما العذاب و اما الساعه، که یا عذاب ببینن، و اما الساعه، یا لحظه قیامت را ببینن. فسیعلمون، باز اونجا زود میفهمن که من هو شر مکانا و اضعف جندا، که کی بسیار از نگاه مکان و مرتبه زشت است و کیست لشکرش ضعیف. قبلا اینا پرسان میکردن از مسلمان ها که کی مقام خوب داره. الله متعال میگه وقتی که باز اونجا عذاب ببینن، قیامت ببینن، باز خودشان میفهمن که کی زشت است و کی نیک است، کی ضعیف است کی قوی است. و یزید الله، و زیاده میکنه الله، الذین، بر کسانی که اهتدوا و هدایت شدن، هدن هدایت را. والباقیات الصالحات خیر، اما آنچه که باقی می باشه و صالح می باشه، این خیر عند ربک، او پیش الله بسیار با ارزش است و بهتر است، ثوابا، از نگاه ثواب، و خیر مردا، و بسیار بهتر است به لحاظ انجام دادنش. افرأیت الذی کفر بآیاتنا، آیا ندیدی الذی، و کسی را که کفر، کافر شد، به آیاتنا، به آیات ما، و قال، و گفت لأوتین مالا و ولدا، که بر ما بسیار داده میشه مال و ولد. یعنی باز چی میگه؟ میگه که حالا که بر ما در دنیا این چیزا هست، باز در آخرت هم بر ما میباشه اگه آخرت بود. اطلع الغیب، آیا الله متعال میگه ای به غیب اطلاع پیدا کرده که قسم گپا را میزنه؟ ام اتخذ عند الرحمن عهدا، یا به نزد الله کدام عهدی گرفتن؟ کلا، چنین نیست. سنکتب ما یقول، الله متعال میگه ما می نویسیم یا داشت میگیریم ما آنچه که یقول میگوین. و نمد له من العذاب مدا، باز او وقت زیاد میکنیم بر از او از عذاب بسیار، مدا، به عذاب طویل و دراز. و نرثه ما یقول، و ما
به ارث میگیریم ما آنچه را که یقول و میگوید و یأتینا فردا، یعنی هر چیز از این میمانه برای الله، مالش، زندگیش، خانهش، قصرش، کلش. و یأتینا فردا، الله متعال میگه باز پیش ما حاضر میشه، اما تو تنها، مثل همون روزی که نو تولد شده. و اتخذوا من دون الله الها، این مردمای بیدین گرفتن بغیر از الله معبودان، لیکونوا لهم عزا، تا که معبودان باطل برشان سبب عزت باشه. کلا، الله متعال میگه چنین نیست. سیکفرون بعبادتهم، همین مردمایی را که اینا عبادت میکنن باز یا به عبادت از یا کافر میشن. چی معنی؟ یعنی عبادت از اینا را وا چی میکنن؟ منکر میشن، میگه شما بد هستین، بد کردین که شما با ما عبادت کردین، ما خب معبود شما نبودیم. و یکونون علیهم ضد، باز همین معبودای باطلشان ضد از یا قرار میگیرن، دشمن از اینا میباشن. الم ترى، آیا ندیدی ان ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، که ما فرستادیم شیطان ها را بالای کافرها. چی بودن این شیطان ها که اینا را وسوسه میکردن؟ و تعزهم عزا، باز اینا چی میکردن؟ همین شیطان ها اینا را برمی انگیختن، اینا را تشویق میکردن به طرف کفر و گناه، به تشویق کردن و برانگیختن. فلا تعجل علیهم، پس عجله نکو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ایشان. انما نعد لهم عدا، یقینا که ما چی میکنیم؟ حساب میکنیم، میشمریم لهم برشان عدا، به همون تو حساب و شمار، یعنی یک لحظه به لحظه از عمر از اینا را، نقطه به نقطه از اعمال از اینا را ما حساب میکنیم. یوم نحشر المتقین الی الرحمن، همچنان در روز قیامت، روز است که ما حشر میکنیم متقیان را الی الرحمن، که اینا میاین به طرف پروردگار خود وفدن. اینا چی میباشن؟ گروه از مهمان ها میباشن. و نسوق المجرمین، و سوق میکنیم مجرما را الی جهنم، به طرف جهنم. وردا، در حالی که اینا بسیار تشنه میباشن. لا یملکون الشفاعت، اینا مالک شفاعت نمی باشند. الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، مگر کسی که گرفته هست به نزد الله عهد، یعنی وعده. الله حق شفاعت صرف برای کسانی میده که الله متعال بر ازنا وعده شفاعت داده، نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین. و قال اتخذ الرحمن ولدا، یک بیادبی و بد اخلاقی دیگه از این مردمای بیدین چی است که اینا میگفتن که العیاذ بالله الله متعال فرزند گرفته. لقد جئتهم شیئا ادا، یقینا لقد جئتم یقینا که شما آوردین شیئا ادا، یک چیز بسیار ثقیل، یعنی یک سخن بسیار خطرناک و زشت گفتین. تکاد السماوات یتفطرن منه، که از این سخن زشت شما حتی آسمان ها نزدیک است که پاره شوند و بشکفند، منه از آن. و تنشق الارض، و حتی زمین پاره شود از تو سخن زشت، یعنی تو سخن زشت است که تأثیر زشت از او تا در آسمان ها و زمین میشه. و تنشق الارض، و مشکفه زمین. و تخر الجبال حدا، و حتی مفت کوها حدا، در حالی که منحدم و توته بشده باشن. اندعو، این که شما بخواین یا صدا بکنین یا بگوین، للرحمن، بر الله که الله ولد داره، فرزند داره. و ما ینبغی، و شایسته نیست، للرحمن، بر الله، ان یتخذ ولدا، ای که فرزند بگیره. الله متعال ذات بی نیاز است، نیازی به فرزند و اولاد و دختر و پسر و شریک و مانند ندارن. این کل من فی السماوات والارض، نیست کل آن چیزی که در آسمان ها و زمین است، الا آت الرحمن، مگر که کل از اینا میان به پیش الله عبدا، من حیث بنده. این مخلوقات کلشان، پیغمبرا، این ملائکه، این مخلوقاتی که در آسمان و زمین که از کل از اینا بنده های الله هست. لقد احصاهم و عدهم عدا، الله متعال اینا را احصاهم، احصایه کرده، احاطه کرده. و اعدهم، و اینا را شمار کرده هست، عدن، به عدد بسیار دقیق. و کلهم، و تمام از اینا، آتیه میآیند به نزد او، یوم القیامت، در روز قیامت، فردا، تنها. ان الذين، یقینا کسانی که آمنوا ایمان آوردن و عملوا الصالحات، و اعمال صالحه میکنن، سیجعل لهم الرحمن ودا، یقینا که الله متعال میگردانه برشان چی؟ دوستی و محبت. فانما یسرناه بلسانک، یقینا ای رسول الله صلی الله علیه و سلم ما قرآن آسان ساختیم به لسان که به زبان تو، لتبشر، تا بشارت بدی، به به آن المتقین، انسانهای با تقوا را، و تنذر، و بترسانی، بهی، به واسطه امی قرآن عظیم شان، قوم لد، مردم هایی که بسیار لدود هستند، خصومتگر هستند.
و کم اهلکنا قبلهم من قرن، و بسیار هلاک کردیم قبل از اینا من قرن، مردم های قرن های قبلی را. هل تحس منهم من احد، آیا تو احساس میکنی از اینا یکی را؟ او تسمع لهم رکزا، یا از اونا کدام آوازی میشنوی؟ همین قسم که از اونا نمیشنوی، اینا هم هلاک میشن، مردم های بیدین، و باز صدای از اینا را نمیشنوی تا زمانی که قیامت شود و باز در اونجا کل از اینا پشیمان و هلاک شوند و سرگردان شوند. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا الله، استغفرك و اتوب الیک.